شام بخیر مردم شریف تاجیکستان، امیدوارم خوب هستید. امروز در کانال قاری فروخ یک ویدیو تماشا کردم برای کلاه تاجیک. چیزی که گفت قاری فروخ 2 ماه پیش من شنیدگی بدم. برادرای عزیز، کلاه تاجیک کسی بد نبود. رنگی بانام بچه کوچه وانجی و دیگهش تلپه پیش هیچ که نمی رفت. در روی دم گپ میزد. نامرد نبود. بیا ما شف نکنیم، شفتالو بگیم. اگر راست باشه بابا جان 88 به مقصدش رسید. بابا جان 88 گناهگار است. حقیقت گفتن در کار است. خدا زنده باشه برادر کلاه تاجیک. ایرا ما ایخی باید نمانیم. بابا جان 88 یک آدمی هست که پیشروی یگام شهروند جمهوری تاجیکستان ایمن در تریتوری فدراسیون نمیخواد. هموطنان عزیز، بابا جان 88 گناهگار است در مرگ برادر کلاه تاجیک. یک جهان تشکر دوستان عزیز.